مجلس امروزی که با مناسبت تسهیل برای تجار ملی، صنعتکاران، منصوبین معارف و پوانتونها و سکتور خصوصی ایجاد گردیده است، واقعاً قابل ارزش برای ملت افغانستان است. یک عده از تاجران ملی ما به شورای علما و به جناب امیر المؤمنین شیخ هبت الله اخوندزاده حفظه الله درباره بعض مشکلاتی که فراراه تجار ملی ما و صنعتکاران ما وجود داشت ارائه نموده بودند. جناب امیر المؤمنین صاحب به خاطر بررسی این چالش ها و برای فراهم نمودن تسهیلات برای آنها یک کمیته ویژه‌ای را اختصاص نمودند. در این باره ما بحث کنیم و یک راه حل را برای از اینها پیشنهاد نماییم. اولا به خاطر تشخیص این مشکلات، آیا این مشکلات و چالش ها واقعا یک مشکل است یا نیست، ما جلسات خود را آغاز نمودیم. در جلسات متعدد اولا این مشکل ها، این چالش ها بررسی شد و بعدا هم به خاطر پیدا نمودن راه حل برای از اینها جلسات ما به شکل متداوم ادامه پیدا کرد. خوشبختانه جناب امیر المؤمنین صاحب بدون کم و کاستی امو پیشنهاداتی که از طرف ما ارائه شده بود همه را تایید نمودند، دوباره برای ما فرستادند.